سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و امیدوارم که لایو ما وصل باشه به تلاویو. خیلی خیلی ببخشید من چشمام باید دور جدا بگم. بله الان داره لایو تلاویو نشون میده همزمان که صحبت میکنه. خیلی انفجارهای شدیدی تو آسمان تلاویو دیده میشه و بعضی از موشک ها هم با انفجارهای بسیار بسیار شدید به زمین برخورد کردن در مناطق ظاهرا خود هم شهر تلاویو، نمیتونم بگم مسکونی یا غیر مسکونی ولی خیلی نزدیکه. و بسیار چیز غریبیه چیزی که ما دارم میبینم. پاسخ ایران مثل این که خیلی کوبنده و شدید بوده. حالا اگر خبرها رو نمیدونن که بعیده دیگه ندونن، از حدود اوایل خیلی صبح خیلی زود یا نیمه شب دیشب مثلا ساعتهای 2:45 و اینا ظاهرا اسرائیل یک حمله بسیار بسیار بزرگی رو به مناطق بسیار زیادی از ایران شروع کرده و خواهش میکنم که اگر علی آردم آمد و ما یه وقت چشم ندید شما بهم بگین که علی جان رو دعوت کنیم بیاد توی لایف. در غیر این صورت خودم یک مروری میکنم خبر رو با شما. این حمله بسیار بزرگ بوده، مناطق زیادی رو در تهران، تبریز، اصفهان، مناطق مرزی که خیلی معنی داره که چرا باید منطقه مرزی رو بزنه، اسرائیل زده و ظاهرا در ساعات اولیه و خیلی ساعات پدافند ایران کار نکرد. احتمال خیلی خیلی قوی یک حمله سایبری خیلی قوی قبلش بوده که اینا رو از کار انداختن، چون به هر حال خیلی عجیبه که اینطوری بیان و بزنن و برن و بلکه هم نرن. دارم خبرها رو بهتون میگم، اینا هیچ موضعی توش نداره. همزمانم دارم گهگاه چشم آور کار میکنه، دارم تلاویو رو میبینم که پخش مستقیم داره شبکه الجزیره انگلیسی. اگر خودتا دستی دارن خودتا بهتره که ببینن. از نظر ما تو شبکه‌های جهانی توی جور مواقع الجزیره انگلیسی از همه بهتره و خبرنگارای زیاد داره بیطرفتر دنبال میکنه و بذارین بهتون نشون بدم که داستان چجوریه. متاسفانه بله این ماجرای الان تلاویوه. میگه که ایرانی‌ها اعلام کردن که موج دوم هم در راهه و به تلاویو و سایر جاهای اسرائیل خواهد رسید. پس ببخشید کمی صداش بیشتر بکنم و به شما گزارش لحظه به لحظه رو بدم. اجازه بدین دوباره بهتون نشون بدم فضا رو. این الان تلاویوه. دوستان واقعا دوره بزن در روی در تموم شده و خیلی 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 باعث تأسف بود اگر همچه حمله ایران نمی‌کرد. البته حتما بایستی چیزهای مشابه، حالا نه بیشتر، همیشه ما با بیشترش مخالفم، ولی حتما حداقل به نظامی ها باعث ضربات متقابل بزنن. این کاری که اینا کردن یک دانش کشتن فیلد مارشال یک کشور دیگه یعنی اعلان جنگ. و به نظر میرسه که الان دیگه پرده ها فرو افتاد. یعنی در واقع تو جنگ غزه خیلی از پرده ها فرو افتاد دیگه. الان دیگه همه پرده ها فرو افتاده. نمیدونم اینجوریه، نظامی رو فلان میکنن، بهمان غیر نظامی رو زده، مناطق شهری رو زده. اجازه بدین. بله همچنان موج حمله به اسرائیل طبق لایو اینا که دارم بهتون نشون میدم اینا لایوه. نگاه کنین الجزیره داره لایو پخش میکنه و تو همون لایوش ما همینجوری که دارم صحبت میکنم دائما میبینم که یک موج حمله میاد و الان مثلا یک چیزی اینجا داره توی آسمون حرکت میکنه، ولی بعضی وقتا ناگهان یک موجی از حملات موشک‌های بالستیکه، موشک‌های هایپرسونیکه، اینجوری که ما دارم میبینم. ببخشید خیلی خیلی انفجارات شدید بود و اجازه بدین. بله بعد میگه که ایران اعلان رسمی کرده که ضد حملش به اسرائیل رو آغاز کرده، شدیدتر هم خواهد بود، موج دومش هم خواهد آمد. موج محکومیت شدیدی از الان میگه که قطر محکوم کرده، سعودی محکوم کرده، به شدت محکوم کرده. میدونین که انگلیس و فرانسه و آلمان حمایت کردن از اسرائیل، یعنی اسرائیل حمله کرده،
از اسرائیل حمایت هم کردن. استرالیا و حتی دبیرکل سازمان ملل گفتن طرفین رو به آرامش فرا میخوان. چه آرامشی؟ یادم یارو تو حمله کرده، شما باید محکوم کنی حداقل. ترامپ هم که میدونین گفت که حمله خیلی عالی بود و گفت که ما در جریان بودیم و 60 روز فرصت دادم، این روز 61 بود و اینها. و بله ما همچنان که دارم با شما صحبت میکنم، حداقلش اینه که ما صحبت میکنم تا گزارش هم میدم از حمله ایران به اسرائیل. بعد دوستان نگاه کنین یه چیزی هم فکر می‌کنم که هر کس باید میفهمید تا الان فهمیده، این اصلا داستان به جمهوری اسلامی حمله کردن به فلان، همونجوری که این حمله ایران به اسرائیل نه به رژیم صهیونیستی و هم حملهش به ایرانه نه جمهوری اسلامی، همه اینا یکیه دیگه، با خواهیم نخواهیم یکیه. و بعدش هم بعضی‌ها واقعا حرفایی میزنن کارا میکنن عجیبه به نظرم. اجازه صدای آژیرش آمد، یعنی خب چون چیز هم پخش زنده صدا داره و هم تصویر. الان یه آسمان تل‌آویو، اجازه بدین، و صدای آژیر هم می آمد چون صداش رو هم پخش زنده میکنه. یکی این آقا خیلی معروفه توی شبکه الجزیره و کارشناس رسمی شده. این صدای آژیر هم که میشنم آژیر تل‌آویو و قبلش میگفتن که از صبح مدارس و همه اینا تعطیل بوده در اسرائیل. infrastructure in Tel Aviv, then I think that will continue to change the equation and perhaps allow for even greater escalation moving forward. ایشون میگه که اگه ایران غیر نظامی حمله کنه باز سطح چیز بالاتر میره و اینها. بله البته ما قرار بود امشب با دکتر علی آردم صحبت بکنیم و هنوز علی جان نیومده، احتمالاً هم نتونه بیاد به خاطر وضعیت اینترنت. امروز با چند جا تو ایران صحبت کردم، به خصوص تهران که دوستان گفتن یک سکوت و آرامش عجیبی، چون میدونید که اینجور وقت آرامش الزاما نشانه آرامش نیست، ممکنه نشانه ترس باشه، وحشت باشه، سردرگمی باشه. از صبح که البته روز جمعه بود در تهران بوده، اصفهان صحبت کردم، با تبریز دوستان در تماس بودم. حالا این تماس‌ها که احتمال خودتون دارین، اگر شما خودتون چیزی دیدین بنویسین. وحید آنلاین که خب از رسانه‌های شخصی میشه گفت معتبرترینه، یک ویدیویی گذاشته از یک چتربازی در زنجان. البته میدونید که این خبرها رو نمیشه اعتماد کرد تا اون فکت چکی نشه، منابع رسمی تایید نکنن، ولی خب به هر حال تا اون حدی که ما میتونیم از منابعی که کمتر از شدن بی‌دقتی و دروغ و اینا نقل میکنیم، البته بهتون توصیه میکنم از این منابع مشکوک و خبرهای عجیب غریب و دلهره آور و کاملا مغرضانه از هر طرف گوش نکنین، کمتر در معرض اخبار قرار بگیرن. ولی خب به هر حال اینجوری هم هست و بعضیا قابل اعتماد ترن. میدونم که نت داغونه و خیلی متاسفم که همچه وضعیتی رو با هم صحبت میکنیم، ولی چاره ای نیست. موج حمله همچنان اونجوری که ما الان داریم میبینم، البته فقط ما داریم تل‌آویو رو میبینم، همچنان ادامه داره. هی آسمون آروم میشه، چند تا موشک میاد، ولی یک جا خیلی شدید بود و حالا باید منتظر باشیم ببینیم که کجا رو زدن و چه جوری بوده. مثلا الان که دارم میبینم، البته این فیلم بازپخش، حدود مثلا 10 تا موشک با شدت توی تل‌آویو یا هومش منفجر شد. اونا که رو هوا منفجر شد نمیگم، حدود 10 تا رو میتونم چشمی برات بگم که طبق آخرین گزارش الجزیره منفجر شد. خب میدونید دیگه ترامپ هم که گفته خیلی خوب کاری کرده و عالی بوده. دوستان نگاه کنید این پرده ها همش دیگه بر افتاده. یعنی اگه می‌خواستیم بفهمیم که اینا اهل چی ان، چقدر اهل مذاکره ان، چقدر اهل جنگن، یک کشوری که صدها کلاهک هسته‌ای داره و عضو NPT هم نیست و اشغالگر هم هست و نسل کشی هم کرده، به یک کشور دیگه که عضو NPT و میگه ما سلاح هسته‌ای نداریم و اینا حمله میکنه که این میخواد سلاح هسته‌ای درست بکنه. یعنی دیگه فکر کنم دیگه واقعا بحث کردن بیش از این خیلی فایده نداره و
یه دوستان هستن، دوستان که واقعا که نمیشه گفت، میشه گفت دشمنان، حالا هموطن، فارسی زبان یا هر چیزی، متولدین ایران یا بعضا ولی جای دیگه، اینا دیگه جوری فکر میکنن از جنگ خوشحالن. بعد جالب ما میگیم آقا ما با جنگ مخالفه، ما میگیم حمله محکوم، میگه برگرد بیا فلان جا فلان کن. اجازه حالا اگه دوباره پخش شد برای تو نمایش میدم. و دیگه بعضیای طوری خوشحالن دیگه از اینکه به مملکت خودش حمله بشه، خوشحالن از اینکه نمیدونم سردارای نظامی کشته بشن. حالا اکثری سردارا خود تو جنگ بودن. به هر حال بهتا بگم مشکل ما با جمهوری اسلامی، مشکل ما با عملکرد فلان و بهماشه سر جاشه، ولی شما در نظر داشته باشین که اگه مردم هر کشوری قرار بشه امنیت ملیشو، تمامیت ارضیشو، غرور ملیشو همه رو بذارن پای حسابی که حالا یه زمان یه حکومتی باشه که ما باش مشکل نداشته باشه، ما فکر کنم 99% کشور دنیا واردن چه فازی نباید بشن مردمش دیگه. آقا ما با این حکومت مشکل داریم، لابد حکومتی هم که از صاحب مملکت، خب ما میخوام علیه این فعالیت کنیم، خب علیه مملکت خود ما فعالیت میکنیم. و خیلی دوست داشتم که چیز باشه، خیلی دوست داشتم که علی جان بیاد، نیامد. حالا اگر کسی معروف متخصص باشه، چون علی متخصصه در این زمینه، میشه کاری کرد. چندین سرلشکر و سپهبد رو در این حمله کشتن، خیلی از مردم غیر نظامی هم کشتن، حالا چه خانواده اونها چه اصلا کسایی که هیچ ربطی هم به این ماجراها نداشتن. حتما تصویر دلخراش جسد سوخته یک بچه رو هم دیدن، بسیار ناراحت کننده بود. تصاویر دیگه هم احتمالاً بوده که حالا پخش نشده، حالا شبکه‌های اجتماعی اینجور وقتا به بهانه تصاویر دلخراش جلوی اینا رو میگیرن. دوست ما هم، یک دوست ما میگفت که نام بر صفحش مشکل به وجود آمده و شازده منتظر السلطنه هم که میدونید که باز بیانیه در این واقعا فقط ما چون بهش توجه میکنیم اهمیت داره توی وضعیت که اصلا اینا شوخی هستند. و بعد دوستان ما زیاد هرس میخورن، دوستان همینه که هست. و شما یادتون باشه وقتی آلمانیا حمله کردن به فرانسه، بخش از مردم فرانسه باشه همکاری کردن دیگه. حالا الان میگن گردن ویشی ها، ولی واقعا بیش از ویشی ها و اینا بودن، حداقل ویشی ها که بودن و هستن دیگه. یک سری مردم اینجوریان و مسئله رسانه که الان چند ساله ما داریم گرم پاره میکنیم، اینجور وقتا خودش نشون میده. و دیگه چه عرض کنیم، اگر شما جایی هستین لطفاً به فارسی و با رسم الخط فارسی برای ما اینجا کامنت بذارین، بگید مثلا مشاهدات چی بوده. اگر مشاهده نداریم به اسم مشاهده نگین، چون این خیلی بده. یه چیزی که شنیدیم بعد به اسم خود ما میگیم، بعد اون طرف به اعتبار که ما حرف زدیم با جای نقل میکنه، میبینید واقعا یه خبر بی اساسی یکی میندازه و بقیه میشن عامل و سایبریش ناخواسته. اینه که اگرچه شنیدن بگین شنیدن، اگرچه دیدن بگین دیدن. احتمالاً اگر شما توی شهرهای که نام بردم و خیلی شهرهای دیگه، حتی شمال، بعضی بچه‌ها مسیر رد شدن هواپیما و جنگنده و اینا رو دیده بودن، بنویسن که ما هم بدونم، هم بگم و هم بقیه دوستان بخوانن. الان که دارم میبینم هوای آره دیگه، هوای تل‌آویو ساده چیز صافه و نمیدونم حالا چه جوریه، ولی دوستان امروز بعد از اون گفتن که اصفهان زده، گفتم تو زنجان گفتن که یه چتربازی رو هوا دیدن که البته فیلمش آمده بود. و عرضم به حضور شما که بله دوستان میگن در بعضی جاها برق نیست، حالا میگن تجریش هست. یک ساختمان مسکونی در تل‌آویو داره فیلمش نشون میده و میگه که موشک بهش اصابت کرده. میگه ایران موج سوم رو هم شروع کرد، چون قبلش داشت در مورد موج دوم صحبت میکرد. دارم فقط الجزیره رو گوش میکنم به ترجمه کنم. بله اگه بخوایم این جای مسکونی در تل‌آویو
این ساختمونی که نشون میده که بهش موشک خورده و میگه که ایران رسما اعلام کرده که موج بعدی هم در راه و بله این همون ساختمونیه که در تل‌آویو موشک بهش خورده. شبیه بود، من فکر کنم تهران این تصویری که داره نشون میده، مثلا از چون صبحم ساختمونای مدل ای بود ولی ظاهرا اونا هم خیلی این هم یک انفجار دیگه است که البته فکر کنم همونیه که قبلا نشون دادن. بالاییه زنده نیست، فکر کنم حدود نیم ساعت پیش باشه که در اسرائیل. بله این تصاویری که خیلی خیلی دیده شد این صحنه بود. حالا دیگه بقیش هم که صحبت های کارشناس و ایناست. بله یکی از دوستان نوشته که اینا الان پیرهن عثمان میکنن که ساختمان مسموم زد. دوستان فکر کنم از پیرهن عثمان و این حرفا گذشته. یعنی الان شما مذاکره کنی این اتفاق میفته، مذاکره نکنی اتفاق میفته، بیای در نمیدونم هسته‌ایت بذاری همون اتفاق میفته، در هسته‌ایت هم نذاری همون اتفاق میفته. و بعد یه رژیمی که نسل کشی داره میکنه. آقا الان چند ساله که دنیا نشسته و داره نگاه میکنه، صلح کردن تمام شد، مردم برگشتن به خانه‌هاشا، دوباره حمله کرد. همین چند روز پیشا دیگه به صف یه بار که مردم که تو چیز بودن رو به رگبار بس رگبار کنه 50 نفر کشت تو صف غذا. بعد چند روز بعد دید کمه به توپ بست، مردم رو با توپ زد تو صف غذا. دوستان ما فکر کنم بهتری به قول معروف و متاسفانه سوسول بازی رو بذاریم کنار و قبول کنیم این ماجرا رو. البته ما همچنان صلح طلبیم، همچنان خشونت پرهیزیم، اینا اصلا منافاتی نداره، ولی به این معنی نیست که خب بشینیم تماشا کنیم یا رژیم کودککش تروریست متجاوز هر کاری که خواست در هر کجای دنیا بکنه. اگر واقعا میگم اگر مثلا ایران بود رفته بود مثلا حمله کرده بود، اون یهویی مثلا رفته به ترکمنستان حمله کرد، جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای خوشش نیومده با بعضش شده یا یه حمله تجاوزکارانه، ما گفتیم مشکل خودته. در اونجا ما گفتیم برو آقا خودت تجاوزکاری، ما اصلا حلش نیستیم، برو و انجام بده. ما خود شعور داریم، ما خود میفهمیم. فواقعا ما الان فکر میکنم که به صورت غیر قانونی، تجاوزکارانه، جنایتکارانه به ایران حمله شده. این خیلی چیز شفافیه. حالا دیگه که قبول نداره دیگه چیکارش کنیم دیگه؟ چون ببین دوستان ما نباید انتظار داشته باشیم که با گفتگو، همیشه گفتگو میکنیم، همیشه حرف میزنیم، همیشه راه غیر خشونت آمیز به خشونت آمیز ترجیح میدیم، همیشه باب گفتگو رو سعی میکنیم نبنده. ولی واقعا یه عده هستن که نمیخوان قبول بکنن که چیکارش بکنیم و اینا یه کاری کردن، یه بازی رو شروع کردن که اصلا نمیشه تمومش کرد. البته به تو بگم 1000 بارم صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد که چه فرصت‌های خوبی برای حل مصالحه آمیز بین ایران و آمریکا بود و کی بود که با خودخواهی خودش و با نفرتش از نمیدونم اصلاح طلب و فلان و این حرفا و اینا مانع شد. تو خاطرات هاشمی رفسنجانی هست، خاتمی هست، روحانی هست. ما میگیم مقصر وضع داخلی ما کیه؟ ولی دوستان مقصر وضع داخلی ما و این که با آمریکا فلان بود و بهمان بود و اینا یه چیزه. این که ایران بدون اینکه هیچ کاری عملا کرده باشه، یادت باشه این مشاجرات و فلان و اینا و نیروی نیابتی اونجا یه حرفه، این که بی خاکیه که سفارتی که حمله کنی یه حرف دیگه است. اون ماجرایی که همه با هم دارن، سوریه با عربستان، قطر با نمیدونم عراق، اون یکی با یکی، این یک حرف دیگه است. حمله یک چیز دیگه است و اونم در این حد که شما چند جاش از 100 جا امروز در ایران زده و این ماجرا افتاده و به نظرم خیلی خیلی متاسفم و عاقبت خوبی هم پیش بینی نمیکنم. ولی واقعیت چیه که شما یه وقت میتونی وایسی و هی به اون کزم قیز کنی، بشینی بخوری، اینا یه وقت هم هست که زد بخوره. ما طرفدار دومی، چون دومی رو کمتر مایه شر، خشونت میدونم، از صلح مسلح میدونمش و nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or. آقای گروسی فکر کنم حرفایی که آقا تأسیسات هسته‌ای وقت نباید مورد حمله قرار بگیره و اینا. یادتون باشه دوستان ما خیلی از کشورها داریم که محکوم نکردن، حالا خیلی محکوم کردن اول، روسیه، چین، عربستان، نمیدونم عراق، خیلی کشورها، چه قطر
ولی بعضی از کشورها نه فقط محکوم نکردن بلکه حمایت کردن از اسرائیل همون ساعت اولی حملهش. و به نظرم دیگه مشخص انگلیس ایه، آمریکا ایه دیگه، بخاطر یه جایی ما نمیگم آقا دائما وارد جنگ با اینها خواهد شد و یک نیروی خیر شر و خیر مطلق و شر مطلق و اینا، ولی بالاخره انسان عاقل یک زمانی هم باید وا بده، شل کنه، بپذیره واقعیت رو. اینا یا الان اسرائیل شما نگاه کنین نقاط مرزی که از ایران زده، یک جایی از اسمش یادم رفت که یکی از دوستای خودش اهل اونجاست به ما گفت، بعد ما رفتیم خبرام دیدیم، عکساش هم دیدیم، سر مرز ایران و آذربایجان یا همون جمهوری باکو. چرا اونجا رو باید بزنه؟ به خاطری که اینا مشکلشه با تمامیت ارضی ایرانه. خیلی با جمهوری اسلامی هم مثلا جمهوری اسلامی هم دیگه رو بگذریم دیگه، با آقای احمدی نژادش چه کار کرد و چه سوختی به اینا رسوند و همین نتانیاهو هم موندنش نتایج کارهای احمدی نژاد. حالا اینا دیگه بگذریم، تمام انرژی تا رو صرف کردن برای سرکوب داخلی مردم و نمیدونم جنبش سبز و فلان، اونا حالا وقتش نیست، ولی اونا همش حسابه و رسیدن به وضعیت کنونی. در این حال الان همگی با هم متحد، همگی دنبال امنیت، صلح، حفظ تمامیت ارضی، غرور ملی ایران، مخالفت با اسرائیل و تجاوزش و حالا دیگه الان شخص خودم بگم از دیگران چیزا، طرفدار پاسخ قاطع و متناسب و البته امیدوارم منجر به صلح. چون یادتون باشه دوستان تو جای دیگه میگن اگر قرار باشه هر کی به اون یکی پاسخ بده هیچ وقت صلح نمیشه، ولی یک در مورد اسرائیل نیست. اسرائیل در تجاوزها و قصب‌ها و جنایات 70-80 سال اخیر از زمان پیدایشش و ترورهاش نشون داده که هر چقدر شما سکوت کنن، هر چقدر شما خشتنداری کنن، هر چقدر شما کاری بهش نداشته باشن، این تمامیت نداره، این بدتره. این مثل یک سگ هاریه که باید بزنید تو سرش دیگه، آخرش ببندیش یا به اون کسی که صاحبشه بگی ببندش یا پوزه بند بهش بزنی اینها. و اجازه بدن که حدسی که زده میشه، البته میگم ما واقعا هیچی نمیدونیم حالا در اون حدی که بشه نظر جدی داد، ولی حدسی که زده میشه اینه که با حمله سایبری قبلا هم البته پیش بینی میشد، یعنی یکی از سناریو بود با حمله سایبری سیستم پدافندی رو از کار انداختن و بعدش به راحتی حمله کردن. ولی اینجوری که الان ویدیو میاد مثل سیستم پدافندی برگشته سر جاش و آفندی هم شروع شده و یک جوری هست که الان که داریم میبینیم تصویر خاصی نیست، البته تصویر لایو یک سری ساختمون هایی یا دست کم واحد هایی در حال آتشن در تل‌آویو و میگه که مرکز اسرائیل مورد حمله قرار گرفته با موشک‌های ایرانی و یک کارشناسی هم داره میگه که حالا دائما آمریکا تهدید به جنگ کنه به خاطری که لحاظ جغرافیایی دوره، به اون راحتی و دسترسی و این حرفا نیست که بشه با این امکانات الان همچین کاری کرد. این دارم چیزی میکنم از کارشناس الجزیره. بله و خیلی از اخبار هم دوستان کسایی که میدن اون چیزی که دوست دارن رو میگن. خب یعنی مثلا طرف دوست داره که اسرائیل بزنه مثلا دهن جمهوری اسلامی، یه جور وقتا مثلا ایران سرویس کنی، چیزی اونجوری میگه. رو یکی دوست داره خیلی نمیدونم نشون بده که ایران الان زد و نابود کرد و فلان و اینا، اون طرفی میگه. حالا کاری ندارم دیگه، هر کسی بخاطر یه چیزی تو دلشه و یه چیزی خاصی داره، ولی حالا به اون وریا که واقعا دیگه اونو دیگه کسی که دیگه وطن فروش ما باشه چه توصیه، ولی به دوستان از این میگم که خبرها رو سعی کنن اونجوری که دوست داره نگین. اگه یه چیز شنیدن یا چیز دیدن اونجوری که واقعا بوده بگن، هیچ کمکی نمیکنه به واقعیت. بیشتر همون آدم حتی میبینی ناخواسته در خدمت همون جنگ روانی، همون دشمنی که تو ذهنشه قرار میگیره.
دوست ما علی آردم نتونست بیاد، قرار با هم داشتیم، قابل حدسم بود که حالا بالاخره تو وضعیت اینترنت الان یه مشکلی داشته باشه. اجازه بدین که ما هم اگه صحبت دارین بگین، اگه چیزی میخواین تایپ بکنین تایپ کنین. I really hope that this confrontation will not go for a very long while. Eventually, it is the people on both sides who are suffering بله همچنان خبر همونیه. and you know we are very good at bickering. I mean, we know how to blame each other, and it may be endless, but the suffering is there, and I really hope that after a few days it will be possible. بله خبر خاصی نیست دیگه، همین جز که میگه موج سوم حملات موشکی ایران در راهه و البته خبرنگاران وایسن رو به آسمون ببینن موج سوم چیه. این دوینکی بودن پدر مادر. یک چیز عجیبی هم گرگا میدونم راجع به این خارج ایران داخل ایران اینا. مثلا اگه طرف خارج ایرانه بگه که ما چه میدونم، حتی بگه جنگ محکوم میکنم میگن خب پاشو برگرد بیا. حالا این حرفا که بیشتر از بچگانه موناست. مثلا انگار مثلا نفر دم در وایساده مثلا هر موضوعی میشه همین الان یه بلیط بگیره برگرده بره. و بعدش هم اگه یه نفری مثلا وطن فروش نیست، اگه یه نفری ایران رو پروژه نکرده، اگه نفری با جنگ مخالفه، مثلا داستانی که برگرد بیا این بچه بازی‌ها رو بذاری که واقعا اصلا برام عجیبه. بعضی خارج داخل براش مهمه. یه سری آدم، یه سری ارزش‌هایی داریم، یه سری خواستهای صلح طلبانه، وطن دوستانه اینایی داریم، انسانی. چه ربطی داره به این حرفا؟ دوگانی خارج داخل، دوگانی نمیدونم این طرفی اون طرفی. ما الان فکر می‌کنم تنها دوگانه ما دیگه وطن فروش، وطن دوست باشه دیگه، دوگانه دیگه نداشته باشه. حالا ما با دوگانه سازی موافق نیستم، اینم دیگری سازی آخرش منتهی میشه. ولی واقعا بعضی خیلی عجیبه برام که این تکرار میکنن و اینا. و اون به موقعش هم شما نگران، به موقعش که روز مبادا البته، ولی الان جنگ هوایی چندی بار گفته بودم از قبلا که احتمال درگیری هوایی زیاده، ولی جنگ رو زمینه. اوه 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 چند تا انفجار شدید بود. این تل‌آویوه. تل‌آویوه. بله داستان جوری. حالا دوستان که تازه موقع پیوستم بگم که همزمان که با شما صحبت میکنم بله میگه صدها موشک رو ایران به سمت اسرائیل پرتاب کرده. Israeli media says at least 7 people have been injured. Now, Iran's supreme leader says Tehran will attack without mercy. والا این اسرائیل همیشه میگن چند نفر یه ذره دماغش خونشه. این صحنه‌ای که ما می‌بینیم والا اونجوری نیست، ولی life will become bitter for them without doubt. They cannot think that they've hit us and it's over. No, they started this and now they've launched a war. We will not let them get away with this large-scale crime. The forces of the Islamic Republic will deliver huge blows to the Zionist regime. My dear people should know that we have no shortcomings in delivering an answer to this. Ori Goldberg is an Israeli political commentator and is currently taking shelter from Iran strikes on Tel Aviv. Now he joins us. اجازه بدین که ما از شما خداحافظی کنم. البته همچنان پای خبرها هستم، اگه خبر جدیدی بشه برای شما استوری میکنم. متاسفانه علی عزیز نتونست با ما بپیونده. بهتون توصیه میکنم اگه خواستین خبرها رو دنبال بکنن از الجزیره انگلیسی دنبال بکنن. خیلی بی‌طرف‌تر، خبرنگار
مستقر داره در اونجا و دائما داره لایو پخش میکنه و طرفای مختلف رو پوشش میده و کمتر رو اعصابه. خانم هانی گفته نرو، نمیخوام، جایی ندارم برو، ما الان همینجا دور بر شما، ولی خبرها رو دارم دنبال میکنم و احساس میکنم که ممکنه وقت شما رو بیشتر بگیرم. شما اگر پیامی دارین بخاطر بنویسید، من پیام شما رو بخونم با هم دور هم باشیم. میگه که البته به نقل از مقامات ایرانی میگه که ایرانی‌ها گفتن که سومین موج حرکت کرده به سمت اسرائیل. صحنه‌ها رو همونجوری که بهتون نشون دادم صحنه‌های خیلی خیلی جدیه و حالا اینجا داره تل آویو نشون میده ولی میگه مرکز اسرائیل، یعنی معلوم میشه جاهای مختلف بوده که یک شهر رو نمیگه مورد حمله قرار گرفته. و صحبت خامنه‌ای رو هم گذاشت که گفته بود که اونا شروع کردن و زندگی بر اونا تلخ خواهد شد و اینجور چیزا. خب میدونین که قرار بود چند روز پیش دور بعدی آخر چه میدونم مذاکرات باشه، بعد گفتن که بعد، و جالبه که خودش این مذاکرات رو گفتن باشه پنجشنبه، جمعه، یک شنبه اینها، و الان هم ترامپ گفته که یک شنبه بیان امضا کنن که البته دوستان ما پرسیدن چی میشه، گفتم قطعا ما میدونیم چی میشه، ایران امضا نخواهد کرد همچین چیزی رو و بعد میشه اونا یا مشنگ شدن یا ما رو مشنگ پیدا کردن یا نمیدونم چجوری بگم. بعضیا میگفتن ایران باید بره امضا کنه. چی رو بعد دقیقاً باید بره امضا کنه؟ شما به کدوم تعهد تا پایبند بودین؟ چه چیزی رو انجام دادن؟ و بعدش هم وسط مذاکرات شما به خودی که مذاکرات داشتی بعد میگه که عجب حمله‌ای کرد، ما در جریان بودیم. واقعا اگه کسی با همچین وضعی مثلا بره مذاکره کنه چیزی امضا کنه مثلا باید ابله باشه و احتمالاً روحیه ایرانی‌ها نمیشن. حالا ایرانی‌ها البته یک آدم نیست که بگیم یک روحیه خاص داره، ولی به هر حال روی کلی ایرانی‌ها واقعیت میگم شما حتی قبلی‌ها رو هم نگاه کنه، حتی حکمران قبلی که ما باشه خیلی هم مخالف بودیم بعضن تو همین تو تاریخ ما به ندرت سراغ دارم همچین چیزی بوده باشه. قطعنامه ترکمانچای و فلان و اینا رو یارو وقتی امضا که 10 سال جنگیده بود، شکست خورده بود از مخوفترین امپراتور زمانه مثلا، تازه هنوز ایرانی‌ها دارن لعنت میفرستن به قاجار که آقا ترکمانچای و فلان رو امضا کرد دیگه. قطعنامه اینا که دیگه الان یا توافقنامه شوخیه. و دوستان به نظر ما الان وقتشه که خیلی از ماها بالاخره یه طرفی رو انتخاب کنیم، همون طرف وایسه. الان مثلا خیلی دوستان ما میخوان یه چیزی بنویسن، مثلا حرکت نابخردانه اسرائیل، حرکت نابخردانه نبوده عزیزم، حمله جنایتکارانه بوده. بعد مثلا یه جوری هم می‌نویسن که نه سیخ بسوزه نه کباب ضمناً سپاه رو هم محکوم کنن، جنایات جمهوری اسلامی رو هم بگن. دوستان نمیخوام کلمه وسط بازی اینا رو انجام بدم، ولی بالاخره انسان باید به خودش بگه اگه واقعا چه اعتقاد داره که مثلا یه سری از سردارای جنگی تو اینجا کشته شدن، یه سری از آدمای غیر نظامی کشته شدن، اصلا گیریم توی سردارای کسایی هم بودن که ما ازشون متنفر بودیم. خب آقا بالاخره به این مملکتی حمله شده، زدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلحش و چند تا سپهبدش کشتن که اکثر اینا هم تو جنگ 8 سال مدافع وطن بودن. بالاخره انسان باید خودش رو، همه اون جناح‌بندی‌های ما هم هستا اصلا و ابدا فراموش نکردیم اینا چیکار کردن، احمدی چیکار کرد، جلیلی چیکار کرد، خامنه‌ای چیکار کرد فلان. ولی بالاخره انسان وقتی میخواد یه چیزی بنویسه، یک حرفی بزنه، باید احساس کنه که واقعا نمیخواد حتی در یه حد که 2 تا اخم بهش بشه، 3 تا آنفالو داشته باشه، 2 تا فوش بخورم جرئت نکنه ابراز نظر بکنه. خیلی دوستای ما بسیار امروز با دلشکستگی بهم پیام میدادن خیلی، و ما سوالم این بود که چرا انقدر دلشکستی، چرا انقدر ناراحتی؟ به فوش دادن، آنفالوت کردن، نمیدونم مسخرت کردن، حتی بعضی اینام نبوده واکنشا رو دیده بودن. دوست عزیز کار اخلاقی، کار برای وطن هزینه داره. این هزینه‌ها که بچه بازیه، هزینه‌اش اینه که 100,000 نفر میرن که گلوله میخوره تو سینه‌شا. حالا ما اینا به هیچ عنوان تجویز جنگ یا مثلا تشویق به کشته شدن و کشتن و اینا نیستا، ولی یاد ما باشه وطن اگه شما میبینن در نه فقط در طول این 40-50 سال اخیر، در طول تاریخ هم نگاه کنه خیلی ازش کم بریده شده نسبت به کشورهای دیگه. شما اکثر کشورهای دیگه نگاه کنید تیکش کردن، تمام شده، اصلا چیزی وجود نداره. اگه میبینن کشور هنوز سر جاشه، اگه میبینن که 8 سال دنیا میره پشت عراق، هم بهش شوروی سلام میده، هم آمریکا با آواکساش میفرسته، هم فرانسه میراج میده که بیاد نمیدونم نیروگاه نور و اینا رو با چی زدن، با بمبای ویژه‌ای که
فرانسه براش ساخته بود، هم تمام کویت و عرب ها پشتش هستن، حالا زمان به جز سوریه. و بعد ببینن که بابا با همه اون سختی ها و با همه اون حماقت هایی که خود ما انجام دادن، بازم یک وجب از خاک وطن جدا نمیشه. یک جایی یک افرادی هزینه دادن. و دوستان، انسان به نظرم ارزشش به اون هزینه‌ایه که تو راه خودش میده، هزینه‌ای که برای فقر میده، هزینه‌ای که برای نمیدونم محیط زیست میده، هزینه‌ای که برای دفاع از وطنش میده، هزینه‌ای که از آبروش میده، هزینه‌ای که فوش میخوره، هزینه‌ای که مسخره بشه. آخه انسان اگه قرار باشه هر کسی تو ذهن خودش فقط حساب کنه با خودش که بابا ارزش ما به چیه، ما یک آدمیم که یک عقیده‌ای داشتم، نمیخوام بگم دوستان چه عقیده خوبه یا بده ها، میخوام بگم که یک آدم یک عقیده‌ای داره و به خصوص اون عقیده‌اش وطن خواهانه است. ببین عقیده‌اش پدوفیل و بچه بازی و نمیدونم وطن فروشی اینا، از اونها باید خجالت بکشی، باید بری خودت درمان کنی، خب یا بایستی چه میدونم. ولی یک عقیده‌ای داره که تو هر جای دنیا بگی میگن بابا خب این دیگه حداقل وظایف اخلاقی و میهنی یک انسان. بعد ما از ترس ای که آنفالو بشم، از گور پدر هر فالووری هست که میخواد با وطن فروشی بیاد ما رو فالو کنه، بیا بابا پی کار نوزتن، ما خیلی بیشتر از ایناش آماده ایم. فلان برنامه هم لغو بشه، فلان جای استندآپ کمدی ما چیزام نکنم، تو فلان مصاحبه اینجوری بشه، اونجا میخوام برم ویزا بگیرم، نکنم این نظری که الان میدم بعدن که میخوام برم ویزای فلان جا رو بگیرم. دوست عزیز، شما ارزش ما همینقدر. ببین چه، یعنی همیشه خودت بذار کنار او جوان 18 ساله دستگلی که رفته برای وطنش پرپر شده. الان یه جوریه که آدم حتی لفظ شهید و وطن و اینا رو مثلا باید با احتیاط بگه دیگه. فقط وطن فروشی نه، فقط اشکالی نداره که تبدیلش کردن به افتخار. ولی دوستان نگاه کنید، ما همون جوانان دهه 60 که ممکنه با حکومت هم مشکل داشته، خیلی هاشو که بچه محلای ما بودن دیگه، من بارا خاطراتشو نوشتم، اهل بزن به رقص هم هستیم، دوست دخترم داریم، کمیته هم گرفته کتک ما زده، ولی پا میشیم برای وطن ما میریم و هر چی که داریم بزنیم وسط. بعد ما یک عده آدم، شما رو نمیگم، مثلا خودم دارم میگم، اینقدر باید خاک بر سر باشیم، اینقدر باید بدبخت باشیم که فکر مایی باشه که الان ما میخوام 2 کلمه در مورد وطنم صحبت کنم، مبادا بهم ویزا ندن، مبادا آنفالو کنن، مبادا اونجا اخم و تخم کنن فلان جا، مبادا مسخرم کنن با شلغم میرزا، مبادا بحثم بشه فلان کسی که میخواد بعدن یک برنامه ما رو دعوت کنه شب شعر فلان جا، مبادا بابا برین تو همه اینا. نه، آدم تهش باید بگه به خودش، بگه ما دقیقاً چی هستم. و واقعا میگن آنی که در بند آنی، واقعا ما در بند چی هستیم بالاخره؟ همه آدما براشون مهمه، همه آدما دوست دارن که آدمای بیشتری دوستش داشته باشن، سود بیشتری ببرن. نمیدونم اگه جای درخواست ویزا میکنن، تلاویو مطمئن نیستم که جدید باشه یا نه، ولی به هر حال اون کسی که داره از کشته شدن هموطنش خوشحالی میکنه، ما باید استرس داشته باشیم و باید فکر کنیم بابا تو یالا الان بعدن میخواد چی بشه، اونجاش چجوری بشه. میگه که استرالیاست، کجاست، گفته که ایران خط قرمز، مطمئن نیستم، همجوری خیلی خفیف دارم میشنوم، گفته که خط قرمز رو رد کرده و به غیر نظامی ها حمله کرده. و واقعا بهتون بگم دوستان، تو همین جریان غزه باید به ما یه چیز نشون بده، ای که دنیا ما رو ببینه، ما سر جریان فلان هشتگ بهمان بزنیم در واقع سفارت فلان، دنیا دوستان همه چیزا میبینه. خودش هم سر جریان غزه نشون داد که چقدر دغدغه‌های ایران و فلان و اینا داره. اگر چیزی رو می‌خواست با اینا مطمئن هستم تلاویو یا جای دیگه است، ولی به هر حال این که تلاویوه، تصاویر داره تکرار میشه و طبیعتا میدونید دیگه آقا محکومیت شروع میشه، ایران فلان زد، این کرد، اون کرد. خیلی خیلی دردآوره برای ماها به عنوان آدمایی که یک عمری دغدغه چیزا رو داشتیم، ولی واقعش اینه که همه اینو کشف و پشمه. شما نگاه کن ایران قراردادایی که بسته در طول این تاریخ 200 سال اخیرش با غرب، قرارداد با روسیه فلان شد، قرارداد فینکنشتاین با فرانسه اصلا به هیچ، قرارداد منع تجاوز با هند و حالا هند شرقی و نمیدونم اون زمان آمده کمپانی هند شرقی، اعلام بی‌طرفی جنگ جهانی اول پشم، اعلام بی‌طرفی جنگ جهانی دوم پشم، و هر قراردادایی که شاه با آمریکا می‌بست و اصلا اون همه شخصا مثلا می آمدن به چاپلوسی آقا
راش ندادن تو آمریکا، با خفت آخرش گفتن این داره میمیره، سرطان داره، این هم چیزه، چند تا ویزای درمانی دادن به شاه. یعنی میخوام بگم اتفاقا ما موندم یه خاک بر سرای مثلا سلطنت طلب. اونا چرا البته بگم ها با خود سلطنت طلب مشکل ندارم، با اون خاک بر سری که وطن فروشه و فکر کنم با حمله به ایران اتفاق میفته با اون مشکل. شما که دیگه اصلا نباید یک ذره، اگر شما واقعا به قول خودت ادبیات خودت غیرت می‌داشتی، شما که اصلا نباید به آمریکا و اینا اعتماد می‌کردین. و به دوستان ما که ناراحتن از اینجور واکنش ها و اینا بهتون بگم دوستان همیه که هست. این البته تهرانه. و کسایی که مثلا میخوان به آمریکا، اسرائیل، غرب اعتماد کنن، اگر نمیبینن الان آمریکا، شما نگاه کنین دیگه، افغانستان و عراق و هر جای دیگه که پاشو گذاشته چه وضعیتی داره، هر جایی که بهش اعتماد کرد، بهش قرارداد بس، چه اتفاقی افتاد. وضعیت ما هم همین خواهد شد. البته میگم الان واقعا اصلا بحث وقتی حرفا نیست دیگه. اگر کسی چیزی فهمیده دیگه، نفهمید چیکار میتونیم بکنیم؟ بگیم حالا شفا هم یکی از احتمالاته. میگه که آمریکا، حالا مطمئنم درست شنیده باشم، حدودی گفت آمریکا گفته که دخالتی نداشته در حمله اسرائیل به ایران، ولی از اسرائیل در مقابل ایران دفاع خواهد کرد. بله، یک انسان میگه 2 تا F-35 اسرائیل رو زدن. اگر این کاری کردن خیلی اتفاق عجیبه، چون گرفتن زنده خلبان اصلا معادلات جنگ رو تغییر میده. ولی میگم خود ما شخصا تا منابع معتبری تایید نکنن، مثلا فیلم ها قابل راستی آزمایی نباشه، از منابع ناشناس اصلا نگاه نمیکنم که ذهنم مغشوش نشه و آشغال نگیردش، چون اونا همینجوری بمباران خبر. از منابعی که قابل اعتماده، مثلا گفتم تو منابع دولتی بیشتر الجزیره، تو منابع شخصی وحید آنلاین نگاه میکنم، اونا رو هم میذارم که بالاخره باز تأیید بشه از جاهایی که میشه روش حساب کرد. بله، دوستان میگن یه خلبان رو زنده گرفتن. گفتم اگر همونی هست که از زنجان بوده بنویسن لطفاً اگر خبر دارین، چون ما فقط واقعا میتونم 1-2 تا شبکه رو دنبال بکنم و حیف شد که دوستمون نتونست بیاد. اجازه بده ما ببینیم در حال خبردهیه. دوستان یه رفقایی مثل علی و خود ما توی جور وقتا واقعا فکر و ذکر ماییه که بیایم با هم باشیم، به هم روحیه بدیم، الکی پلکی خبر نزنیم، خبر رو از منابع درست بزنیم، یه تحلیلی بزنیم، روحیه و امید بدیم. و الان یادت باشه این شرایط فوق جنگیه دیگه، یعنی جنایتی در این حد واقعا میتونم کشتن یک فیلد مارشال یک کشور دیگه یعنی اعلان جنگ. و این جنگ، گفتم اینا جنگ زمینی خیلی بعید میدونم، ولی جنگ هوایی رو از اول محتمل میدونستم، بارها گفته بودم که احتمالش هست. البته فکر نمیکردم با حجم باشه راستش بخوایم. و بالاخره رژیم جنایتکار و نتانیاهو هم ته خط دیگه، خود هم کنستم با 2 تا رأی و میلیمتری چه امروز پیش تونست حفظ کنه دولتشه، و بعدش هم که اصلا به عنوان جنایتکار جنگی تحت پیگر قانونی دادگاه لاهه است. یعنی اینا خب به هر حال همه کار خواهند کرد و آمریکا هم به نظر بسیار اشتباه بزرگی کرد. ولی خب دیگه ما مسئول اشتباهات آمریکا نیستیم، چون 2 تا رژیم جنایتکارن، خیلی ساده. ببینیم مثلا صدامه، الان ترامپ برای ما مثل صدامه. بعضیا مثلا گلایه من میشن، بعضیا نمیدونم امید میبندن. آقا صدام چجوری حرف میزد، چجوری بود با ایران؟ ترامپ هم همونیه. بله، میگن که بالا یک از دوستان نوشته سرنوشت خلبان‌های این 2 جنگنده رادارگوریس همچنان نامعلوم است. میگان‌های عملیات ویژه ارتش مشغول عملیات جستجو و اصرار گرفتن این خلبانان هستن. خبریه که خواندم، یعنی نمیدونم که صحت سقمش. خبرهای جدیدی هم فکر کنم از تل‌آویو داره میاد. بله، مردم تو خیابون‌ها هستن و ترافیک شدیده. تصاویر بیشتر دیگه الان تکرار میشه.
نمیدونم که موج سوم ظاهرا هنوز نرسیده. طبیعی است که یک موج محکومیت جهانی را میندازن و خب البته جاده صاف کنه مثلا اینجور کارها همین خباست‌های همین قدرت اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینا هم بوده. ولی یاد ما باشه دوستان یه سری چیزا هست جاده صاف کنه، یه سری چیزا هست مقصره، یه سری چیزا هست نقشش رو نباید فراموش کرد. ولی اون که جنایتکاره و اون که کار کرده رژیم غاصب اسرائیله. یعنی این خیلی شفاف یاد ما نره توی ماجرای محکوم کردن و درجه مقصر بودن خامنه‌ای و گروسی و نمیدونم دبیرکل سازمان ملل و کشور ای و کشور اون. یه سری چیزا هست مقصر این جریان اسرائیل و در وهله بعد آمریکا و بعدش هم سه تا کشور. آلمان اولین کشوری بود که صبح با اسرائیل اعلام همبستگی کرد. خیلی جالبه، خیلی تکان دهنده است. یعنی اینا انگار اصلا از دست از جنایتکاریشو بر نمیداره. یک کشوری تعجب میکنم. نمیخوام در مورد آدماش صحبت کنم، در مورد حکومتش که میشه صحبت کرد دیگه. آقا شما چند بار باید جنایت عظیم در دنیا یا انجام بدی ازش حمایت کنی؟ و انگلیس و فرانسه. حالا یه او بچه‌هاش مثل استرالیا اینا هم دنبالش هستن، ولی اینا به نظرم نقشش غیر قابل انکاره. فراموش نکنیم انگلیس چقدر نقش‌های منفی داشته در طول 70-80 سال 70-80 سال که فقط بعد از ماجرای 28 مرداده و قبل از او در دوره از همون اولی که اینا آمدن و همسایه ما شدن یعنی با هند رو با غارت هند آمدن و میدونیم که هرات رو اینا اصلا از ایران جدا کردن، در صورتی که اصلا لشکر ناصرالدین شاه رفت هرات هم گرفت، اومدن از پایین باز جای دیگر گرفتن. و واقعا هم در زمان خیلی هم حرجی بر یک حکومتی مثل ایران نبود، چون بزرگترین ابرقدرت دنیا شده بود و از خباثت و جنایت های اینا بعداً در جنگ جهانی دوم چه کارهایی کردن. یک چیزی داره میخوانه ایزا بدیم برای تو. سازمان ملل جلسه فوق‌العاده داشته. شورای امنیت سازمان ملل to provide technical assistance and remains committed to its nuclear safety, security and safeguards mandate in all circumstances. میگه که to engage with all relevant parties to help ensure the protection میگه چیزهای هسته‌ای باعث حتما حفظ بشن. فکر کنم البته مال قبل باشه. نه میگه لایوه. سازمان ملل الان لایو agency nuclear security and safety experts in addition to our خود آقای گروسی باعث این ماجرا شده. با گزارشش الان میگه که بایستی wherever necessary to ensure that nuclear installations are fully protected and میگه تأسیسات هستی حتما بایستی مورد as I informed today امنیت باشه. I have indicated to the respective authorities my readiness to travel at the earliest میگه to assess the situation and ensure safety, security and non-proliferation. میگه ما آمادیم که به سرعت سفر I کنیم have فلان. also been in contact with our inspectors in Iran and Israel. The safety of our staff is of course of paramount importance. البته All امنیت necessary actions are کارکنانشان being taken to ensure they are not harmed. Despite the current military actions and heightened tensions, it is clear that the only sustainable path forward for Iran, for Israel, the entire region, and the international community is one grounded in dialogue. اون تصاویر سمت راست بالا تصاویر جدیده، اصلا لایوه، اصلا خودش نمیشه لایو. بله. این وریا تصاویریه که بعداً تکراریه. Technical institution entrusted with overseeing the peaceful use of nuclear energy remains a unique and vital forum for dialogue, especially now. In اگر accordance with its دوست staff ما long-standing mandate, علی the آمد IEA لطفاً provides the framework
a natural بگی. platform where facts prevail over rhetoric and where engagement can replace escalation. I reaffirm my personal and the agency's سمت readiness راست to بالا facilitate technical discussions تصاویر and support لایو efforts الان to از promote تل‌آویو. transparency, تصاویر safety, چپ هم security, تصاویریه and the که peaceful کمتر از یک ساعت resolution پیش فکر of کنم nuclear-related issues منتشر in شده. Iran. I thank you very much, Madam President. I thank Mr. Grossi for his briefing. گروسی I بود. now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the اگه اعصاب داره اینا نگاه کن، چون representative الان احتمالاً با محکومیت ایران شروع میشه. Госпожа председатель, President, благодарим فکر کنم نه روسی است. Secretary General for Political شورای امنیت. Affairs, Political and Peacebuilding Affairs. We thank you, Mr. Carlo, and the Director General of the IAEA, Ms. Grossi. We thank them for their briefings. First of all, we would like to express our condolences to the leadership and the people of the Islamic Republic of Iran. اول همدردی با numerous مردم و رهبری ایران به خاطر including among civilians, which were the result of Israeli action. کشته شدن مردم و نظامیان. Because of Israeli action, what is happening is a very dangerous escalation in the Middle East region. کاری که اسرائیل کرده بسیار کار خطرناکیه که تنش رو در برده بالا. این روسیه است. فدراسیون روسیه بسیار صریح موضع گرفت. That initially the council was to consider today at this very time the humanitarian consequences of inhumane actions by Israel against the people. کار غیر انسانی اسرائیل. Instead of that, we are here having to discuss a new, most dangerous and irresponsible ما اینجا هستیم که در مورد یک کار جدیدش که بسیار بسیار خطرناک بوده صحبت کنیم. pushing the region to a large-scale nuclear catastrophe. In the early hours of the 13th of June, Israel delivered a number of extensive strikes against the territory of ساعت the های اولیه بامداد امروز اسرائیل یک حمله بزرگی رو به ایران به شهرهای ایران آغاز کرد. We heard from the briefers today that there have been victims amongst civilians. This completely unprovoked attack, no matter what Israel says to the contrary. میگه مهم نیست که اسرائیل چی میگه، اینه که حمله غیر قابل قبول و به شهروندان ایرانی هم بوده. The leadership of Israel is convinced that they have completely free hand in the region, and they probably think that Israel can flout any legal norms and replace. میگه اسرائیلی‌ها فکر می‌کنن که میتونن هر کاری که دلشون میخواد رو در هر جایی انجام بدن. هر کار غیر قانونی. West Jerusalem's military adventure pushes the region to the brink of a large-scale war, and the responsibility for all میگه اسرائیل داره هل میده همه منطقه رو به سمت خشونت و ناامنی. My country has for a number of years been warning and saying that کشور ما سالها the issues surrounding the Iran nuclear program are unacceptable as هشدار they can داده. lead to the most dire consequences, not just the Middle East region, but for the world as a whole. But these calls of ours were not heeded, and the situation is now حرفای ما following the شنیده most نشد. negative and unpredictable scenario. Madam President, خانم Israeli actions are رئیس، aimed at undermining the various negotiating efforts underway now, the efforts to lower the tensions surrounding the Iran's peaceful nuclear program. The whole world is looking with hope for the outcome of yet another خیلی خوب نیستم در ترجمه همزمان. میگه فعالیت هسته ایران صلح‌آمیز بوده و Israel decided to preempt this in the way they deemed necessary and started bombing the nuclear and energy infrastructure in Iran, showing this way their contempt for laws, norms, agreements, rules. میگه تلاش اسرائیل برای بمباران چیزهای هسته‌ای ایران نشون میده خودش که But the responsibility for what happened is not just with the state of Israel, but also on its closest allies. This is a direct consequence of Western countries' acquiescence, who for months knowingly and methodically pumped up anti-Iran hysteria. حالا ترجمه همزمانش که خیلی خوب نبوده، ولی در مجموع بگم
روسیه خیلی موضع شدید و صریحی گرفت از همون اول به نفع ایران و در محکومیت اسرائیل مقداری از روسیه عجیب بود. Their goal was completely different. It was to put pressure on Iran in any way possible to paint Iran as the source of all the trouble in the region and to میگه همه جور فشار گذاشتن رو ایران و همه کار کردن که ایران رو بالاخره بتونن منشأ تمام ناامنی‌های منطقه نشون بدن. Trigger the protection mechanisms in JCPOA as violating the obligations under non-proliferation. The Iranians took this for years and did not reject interacting with IAEA, nor did move away from a dialogue so as to find ایرانی‌ها از چیز خارج نشدن، پیمان‌ها و همچنان باب مذاکره در سال‌های اخیر باز نگه داشتن. having to do with JCPOA began when the United States unilaterally left the nuclear deal in 2018. And also because of the principled unwillingness by the UK, France and Germany to comply with the obligations they have under JCPOA, including to create the conditions for Tehran to receive the material yield from the lifting of خب الان داره در مورد سابقه توضیح میده. در مجموع بخوام بهتون بگم که خیلی موضع حمایتگر شدید و صریحی گرفت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل جلسه ویژه‌اش به نفع ایران و محکومیت اسرائیل. خبر مهمیه دوستان. حالا البته ما هیچ وقت از قدرت‌های بزرگ خیلی خیری ندیدیم، ولی به هر حال این موضع روسیه خیلی موضع شفاف بود. البته در جریان اون حمله اسرائیل به سفارت ایران در واقع کنسولگری ایران در دمشق هم چند تا کشور از جمله روسیه موضع شفافی گرفتن. اونجا ما خیلی تعجب کردم. حتی اون خود خانومی که دبیر دوره ایش بود وقتی که صحبتش با رئیس تموم شد گذاشت کنار و خیلی خیلی موضع تندی گرفت و گفت اگر اسرائیل باب کنه که هر کشوری که دلش خواست داره کشور دیگه حمله کنه به سفارت و اینها دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا همچنان که میگه که نیروهای غربیایی که عضو چیز بودن امضا کننده برجام بودن روسیه داره میگه همونا بودن که همین درگیری ها رو تنش زیاد کردن و خیلی واسه تاسفه که اونا این کاری کردن. و دوستان یک خواهشم دارم، البته میل خودم ما صفحه عمومی دارم، هر کسی هم که میخواد موافق مخالف دنبال کنه. دوستان از ما هیچی به جزی برای شما در نمیاد که همین مواضعی که به نظر خودم حد اقل وظیفه انسان در مقابل وطنش اگه رو اعصاب تو اگه مخالفن اینا، البته بگم بیادبی تهمت زدن که بلافاصله بلاکه دیگه اون دوره تحمل و لاس دادن با شما عزیزان گذشت، ولی اگر واقعا رو اعصاب تو اینا این همش هست دیگه مشکل اون بریم فالو بکنن و دنبال بکنن همین وقت که میذاریم تو مثلا تو لایو ما و کارهای دیگه بریم اونا یک خیلی هم میرسونن به اونا، به ما خیر خاصی نیست به جز اینکه دوستان با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی هم ممنون اگر میگم حتی کسی مخالف هم هست و اینا میاد زره، ولی این که آی بیا نظرت راجع به جمهوری اسلامی بگو، آی اصلاح طلب، آی فلان، 1000 بار واقعا نمیخوام از اصطلاح یاسین به گوش خر خواندن استفاده بکنم، ولی واقعا همین میاد تو ذهنم. دیگه 1000 بار گفتیم اصلا ما اشتباه دیگه. شما یک آدم چه نقطه اسمای دارن دیگه، صادراتی، اصلاح طلب، نمیدونم فلان، ولی تهش اینه که ایران دوست. خب پیدا کردن خوشتون نمیاد دیگه چیکارتون کنیم دیگه. ما همین جرثومه هستیم که شما میبینید. بفرمایید برن. واقعا بهتون میگم، واقعا حتی یک دوستان امروز گفتم یه ذره حرف عجیب غریبی باشه، ما گهگاهی آرزو میکنیم که همین پیج ما رو بیاد ببنده، مثلا فیسبوک منفجر بشه، چیزی همه با هم بریم رو هوا، البته طبیعت نه فیزیکی، اصلا راحت بشیم. آقا این اعصاب ما رو در چون میدونید که آدم یه وقت هست میگه چیزی توضیح میده. ما اتفاقا خیلی معلم پرحوصله‌ای ام، مثلا کاری که شنا مثلا به تا حاضرم خیلی با حوصله یاد بدم. طنز پژوهی اگر کسی دوست داشته باشه، مثلا دوستانی که کلاسام شرکت کردن بسیار با حوصله 10 بار تکرار بکن، 50 بار مثال و اینا، ولی این سری چیزای اصول انسانی رو من نمیتونم به آدم‌ها یاد بدم. مثلا اینکه آقا از کشته شدن کودک فلسطینی 20000 تا کودک فلسطینی خوشحال نباش. دوستان این اگر هوموساپینس اگر شما باشین، از واقعا هوموساپینس نئاندرتالام قبلش اینجوری بودن یا موازی ما بودن در جاهای، اینا همیشه اینجوری بودن که از کشته شدن توله‌های همدیگه و زمان مثلا بچه نبوده خیلی خوشحال نمی‌شدن.
ممکن بوده با هم یک جنگ مستقیم بکنن، ولی اگر یک توله پستانداری، الان هم همینجوریه، شما اگه توله سگ رو ببینید مثلا جایی هستی که زده مثلا سرش داره له میکنه، شما کوچکترین چیزهای انسانی داشته باشه، کوچکترین سنسورهای انسانی، چه میدونم، شما خوشحال نمیشه. میگن انسان چون خودش پستان داره، توله تمام پستاندار رو دوست داره. شما اگه توله کفتار هم ببینید دوستش دارید، چیز بامزه‌ایه. توله مثلا یا بچه بره رو ببینید دلتا میره براش، نمیدونم گوساله رو میبینید مثلا حال میکنه، چون یک چیزیه که انسان اصلا ماها چون همون پستان داره، ما هومو ساپینس هم یک گونه یه نمیدونم از فلان ساپینس و بعد نمیدونم ایپ ها و اینا، ما یک همبستگی با هم دیگه داریم. بچه گوریل هم دوست داره. واقعا اگه شما از بچه کشته شده بچه فلسطینی خوشحال میشه، شما باید به مغز خزنده شما رجوع بکنیم و کاری بیشتر از ما برنامه باید چیکار بکنیم. اینه که هزار بار توضیح میدیم، باز میاد میگه نظر راجع به جمهوری اسلامی چیه. 10,000 بار نظر راجع به جمهوری اسلامی گفتم، اگه شما هزینه هم ندادن تو اسمتون هم جرئت نمیکنن بنویسن، ما گفتیم همش هست، تو دادگاه مدرک شده، هزینه‌اش هم دادیم، منتی هم نداریم، نظر ما بوده، نوشتیم آقا چه میدونم دیگه باید چیکار بکنه. نظر داره راجع بهش. کیان پیرفلک چیه؟ کیان پیرفلک هم یک دوست عزیز شما، یک بچه که در یک جایی با مظلومیت کشته شده و حتما باید دادخواهی بشه، درست گرفتی که بیای کشته شدن 20,000 تا بچه فلسطینی رو مثلا توجیه کنی. بابا تو اصلا مشکل یه جای دیگه است. واقعا میگم واقعا باید بعضی دوستان میگم کلمه بستری رو به کار ببرم، توهین به بیماران، مثلا شوک درمانی بگم، واقعا توهین به شوک. اصلا شما یک ژانر دیگه ای هستی دوست عزیز. بعدش هم دیگه دیدی دیگه، الان شما همه حرفای ما که مزخرف هم هست و از یک چیز الکی به نام ایران که به قول الان دیدم تو توییتر بعضی میگن اصلا ایران وطن من نیست، اصلا این کشور اصلا ما کاری نداریم. خب اگه وطن گم میخوره که نظر میده دیگه، و وطن نیست دیگه. شما مثلا شهروند ترکیه، شهروند آمریکایی، شهروند ژاپنی، خودت میگه که نیست دیگه. حداقل بذار پس ما که شهروندش هستیم و وطن ما هست نظری بدیم، یا نظرت تصفیه کنی با حمله و جنگ و اینا درست میشه دیگه. یک بار دو بار 100 بار بهت گفتیم، اونقدری که ما تاریخ خواندیم، اونقدری که ما فکر کردیم که مثلا منصف باشه ما اینا. و این دوستان واقعا خواهش میکنم دیگه ما رو ترک کنن و از فیض حضور خودشا چیز کنن، چون از قدیم الحمدلله که ما تا حالا یک ریال، یک دلار، یک هرچی بگی، از فالوور رو، از تبلیغ در پیج و تبلیغ در پادکست و فلان و اینا تا حالا ما نوعی نخوردیم. البته ما خوردیم اشکال نداشت، بالاخره آدم‌ها دارن محتوا تولید می‌کنن. من می‌خوام بگم همون نون حلال رو ما نخوردیم. در نتیجه یکی اصلا و ابدا دوستان خودتون رو هرس ندن. ما رو البته زیاد هرس نمیدیم، بیشتر باز تأسف میشه. مثلا یه چیزی که مثلا یکی میگه آشغال تو طبیعت نریزه، یا لشکم بیا آشغال تو طبیعت بریزه، واقعا جای تأسفه. ولی چیکار کنیم دیگه، میریزه دیگه، ما میریم آشغالا رو جمع می‌کنیم. یکی باید فداکاری کنه. حتی ما از مرحله فداکاری نرسیدیم، ولی به اون مرحله شما نگران نباشید. گفتم این که دیگه 4 تا فحش و 2 تا لایک کنن و فلان جا دعوتت نکنم به درک، همه برنامه ما لغو کن، همه بیزنس‌های ما که حالا ربطی نداشته لغو شه دیگه. یه جای مملکت و وطن یه چیزی که انسان تهش باید جونش هم براش بذاره. حالا اگه وطن رو به شکل مادرش میبینه، اگه به شکل هتل میبینه که جای خود داره دیگه، هتل که کاری نداره دیگه، خوب نیست ترکش میکنی یه جای دیگه، امتیاز بهش کم میدی. بعدم خواستم بکوبن بسازنش، مثلا میگه آقا کلنگی خرابش کنین هتل بهتر بسازه. ولی برای ما اینجوری نیست. ما منتظرم که تصاویر جدیدی بیاد، تصاویر مثل یه چیز شبیه حکومت نظامی به نظر میاد در اسرائیل. مطمئن نیستم چه، اجازه بدید با هم دیگه ببینید. این تصاویری که نشون میده، گفتم بهتا که اینا تصاویر زنده از تل آویوه که دائما از اونجا داره خبر میده. و شب روشنی هست در تل آویو. البته دوست داشتم که از جاهای دیگه هم تصاویری بیاد. چند بار تهران هم نشون داد، برج میلاد نشون داد، خلوت بود و خبری نبود. فکر می‌کنم خیلی 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 بازی احمقانه و خطرناکی رسای شروع کرد. اصلا حالا چه بزنه بخوره اینا، قطعا که دوره بزن در رک تموم شده. او که هیچ، شما به دوستان از قبل گفتم شما از 30 سال پیش مطمئن باشین که اینا اگر میتونستن بزنن بدون حزه زده بودن، اما عربستانش با ما حمله کرد بود، به اسرائیل نمیذاش برسه. اینا سر جای خودش نشستن، سر جریان جنگ خیلی درسا شد برای ما که روی دیگران
اصلا فرقی نشدم چین باشه، کره شمالی، لیبی، هر جایی میخواست 2 تا موشک به ما بده، موشک کرون ابریشم بود یا موشکای آتشخال لیبی بود و که اون هم از خودش 1000 تا تحقیر بود، کارم نمیکرد. بالاخره یک سری آدم بودن توی مملکت درس گرفتن، هم دوستان اونجوری نیستن یک آدم سپاهی بی شرف و فلان. اینا خیلی زشت و بی انصافانه است. خیلی آدما بودن تو جنگ بودن، تجربه داشتن، بعدن تجربه رو آوردن در دفاع از میهن. یادت باشه ایران یک ارتش بزرگ داره. حالا نمیدونم چرا همیشه به سمت سپاه میره صحبت‌ها. ارتش هنوز جدی وارد عمل نشده. امیدوارم هم نشه. امیدوارم همین او زده جنایت کرده، جنایتش خیلی بایستی با شدت پاسخ داده بشه. امید ما که خیلی بعید میتونه تجربه بشه این باشه که آقا امشب ایران هم بزن تموم شه. حتما باید بزنه که زد، در حد مناسب هم باشه، بیشتر هم نباشه و بیان یه ده میانجیگری کنن. ولی دوستان در ای که آمریکا نمیدونم بیاد فلان کارو بکنه و یک مدینه فاضل او بیاد ما رو نجات بده یا با این که یک قراردادی ببندیم گل و بلبل بشه، از این خبران نیست. اینا دشمن ایرانن، دشمن ایرانیان و این دشمنش نشون دادن. این نیست که حالا ما مثلا تو دی ان ای آمریکا یا آمریکا میگه منظور دولت و حکومتشه، یعنی کل حکومتش. ولی چیزی که نشون داده، شما زمان شاش هم نگاه کنید، زمان مصدقش هم نگاه کنید، زمان جنگ جهانی دومش هم نگاه بکنید، الانش هم نگاه بکنید، زمان جنگ ایران عراق رو نگاه بکنید، اینا همه چی نشون داده که قصه چجوریه. البته میگم تمام اون انتقادایی که دارن به حکومت هست فراموش هم نمیکنیم، به بهانه حالا درگیری‌ها و اینا کامل کنارش نمیذاریم، موقتا کناره. موقتا یک تجاوز و حمله نظامی بسیار شدید که میگم حتی 1/10 هم تو هر جای دیگه دنیا باشه مای جنگ به ایران شده، باید حتما پاسخ بده و امیدوارم که این پاسخ در همین حد باشه. عرض خاص دیگه ندارم و اگر حالا تو اینجا بودن یه کامنت های بعدی در خدمت هستم. علی آردن به ما پیغام داد، گفت که حالا یا نتونسته بیاد یا کار دیگه مشغول شده، گفت که تون دارم خبر میزنم، ولی حتما در خدمت هستم. اگر نشه با دوستان لایو بدیم، خود ما تا جایی که خودتو دیدین دیگه، اگر یک جایی باشه که ما احساس کنیم همین صحبت های ما برای 1000 نفر، برای 1000 نفر یک دریچه ای هست، 1000 نفر که ما رو 5 نفر هم صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم که حالا توی این شبکه‌های اجتماعی اینا مجموعاً 1000 نفر به گوشا برسه، یک آگاهی باشه، یک قوت قلبی باشه. در خدمتتون کل کارهایی هم که ما کردیم به همین روزاست. البته این روز مبادا، ولی خب دیگه روز مبادا شده دیگه، چیکارش کنیم. و ان که صحیح و سالم باشه. خبرای بد، نامطمئن و مسلسلی از منابع به ویژه دریوری و نامطمئن و مغرض دنبال نکنه. خیلی جاها رو اصلا بلاک کنن، خیلی جاها رو اصلا پول میدن به این شبکه‌هاش، میدن دیگه، ایران اینترنشنال مثلا که شما فالو هم نکنی برات میاد، همونجا بلاکش کن. از 2-3 تا منبع بگیرین یا چه میدونم 4-5 تا، بیشتر از 4-5 تا نظر بشه گیجتون میکنن و آدم همون خبر کم و موثق داشته باشه، بهتره از اینکه دریایی از خبر گیجش بکنن و عامل ناخواسته بشه، عامل و معمول جنگ روانی. و دل ما و میلیون ها نفر دیگه با شماست، همه با همیم. هر اقدامی هم که لازم باشه برای دفاع از این میهن میکنیم. شک نکنین که اینا این گستاخی رو کردن، این گستاخی هم به زحمت بشه جمعش کرد، ولی کردن دیگه. و مطمئن باشین که اون چیزی که تهش مملکت نجات داده و انشالله همیشه نجات خواهد داد ماییم. جمهوری اسلامی و شاه و این حکومت و فلان اینا نیست. ولی ای که بیام هر بار که میخوایم اسرائیل و تجاوز نظامیشه چیز بکنم 1000 تا فکر کنم این ناراحتشه اون ناراحتشه، حالا اول 5 تا فوشم به جمهوری اسلامی بدم، 3 تا فوشم به سپاه بدم، این حرفا رو بذاریم کنار. ما خیلی مشخص بدونید چرا، چون ایران مال مایه. چون ایران حالا ممکنه یه باغبون بدی داشته باشه، صاحب باغ مایه. چه میدونم یکی بوده که درست آب نداده، 1000 بار بهش گفتیم، یکی بوده در درست نمیدونم فلان نکرده. این حرفا یه جایی ما نمیذاریم این آتیشش بزنن. به هر جوری به قول قدیما گفتن، به نام یا به ننگ، به هر جوری. الان که دارم تصاویر میبینم پاسخ دندان شکنی بوده. حالا از فردا باز میگن آقا اون اینقدر آدمو کشتی، اونقدر آدمو کشت، اونها شما نمیدونم. ولی به هر حال
تصاویر خود چیز گفت صدها موشک، یعنی تو خبر اعلام شد صدها موشک و چیزی هم که نشون داده میشه آسمانش نورانی، آسمان تل‌آویو. و این فقط البته اجازه بدین یک تصویر دیگه اومد. نه این همون تصاویر فکر کنم قبلیه، لایف مال پایینش. بله چون خیلی بد بود که همچی بلایی رو سر مردم ایران در بیارن و شب آسوده بخوابن. امیدوارم که سایه جنگ و درگیری و حمله و اینا رفع بشه. امیدوارم که این حمله یه حمله تلافی‌جویانه مناسب باشه و تموم بشه. یعنی بهترین حالت که الان تو ذهنم بیاد همیه، ولی هر چی که بشه یعنی اونا بخوام انجام بدن. ما میگم اگه جمهوری اسلامی ماجراجویی داشته به یک کشوری حمله می‌کرد و نمیدونم اینا بود، اون بحث شده و خودش بعد میرفت انجام بده. ولی این یکی نه، این حمله به ایران بوده، یک کشور غاصب، یک کشوری که خودش صدها کلاهک هسته‌ای داره، خودش جنایتکار جنگیه، خودش غاصب، خودش همه جور تخلف بین‌المللی کرده، میاد به یک کشوری که عضو پیمان من گسترش نمیدونم سلاح هسته‌ایه، در 100 سال اخیرش به هیچ جایی تجاوز نکرده، هیچ جنگی رو شروع نکرده، همیشه قربانی بوده، همیشه از خودش دفاع کرده، الان هم به اونجا واقعا کاری نداشته، یعنی کار فیزیکی رو دارم میگم، بیاد اینجوری حمله بکنه، بسیار بسیار چیز شرم‌آور و ننگینی بود و حتما بایستی جلوش گرفته میشد. امیدوارم، البته میگم هنوز فقط دارم نگاه میکنم و همینجوری با شما صحبت میکنم و احساس میکنم شاید مثلا صحبت کردن خوب باشه و همین دیگه. ما بر همه چی باید آماده باشیم و البته دوستان چیزی بهتون بگم، جنگ چیز شوخی نیست. این که حالا احساساتی بشیم، حالا بعد بگیم اون باید اون کارو بکنه، این رو محو کنه. هیچ کشوری دوستان نمیتونه کشوری یه محو بکنه، محو و ولش کنه، شر مطلق رو ولش کنه. مثلا ما کلمه مطلق مخالفم. اسرائیل یک کشور غاصب تجاوزگر به ایران از راه هوا تجاوز کرده و افراد زیادی رو کشته. باید تو دهنی بسیار مناسبش داده بشه. فعلا همین همیشه از بالا بردن و خیال پردازی، نه خیال پردازی اسرائیلیش به نفع اوناست، نه خیال پردازی ما، بایستی پرهیز کنیم. در این حال باید یاد ما باشه وقتی صحبت می‌کنیم مشخص کنیم مقصر کیه. جمهوری اسلامی زده انتخابات رو فلان کرده، زده جنبش زنان سرکوب کرده اینا، ولی تو این ماجرا یک کلمه بخوام میگیم مقصر کیه. و یه مقصر کشوری که آماده بود که یه حمله کرده نظامی و غیر نظامی رو کشته، باید محکوم بکنیم، حداقل محکوم بکنیم. و عرضم به حضور شما که ما به بعضی از افراد گفتیم که چرا واقعا اگر خیلی ما رو اعصابتون نمیره از لایو ما و اینا یا حرفای بچگانه 1000 بار بهش بگی آقا مثلا چرا نمیری ایران، چرا فلان نمیکنی، چرا اونجوری کردی. انگار ما گفتیم جنگ کنن که بعد به ما میگن که مثلا برو ایران بجنگ. ما که میگیم جنگ نباید بشه، ولی به نظرم با این رژیم غاصب تنها راهی که جنگ خیلی شدید نشه اینه که به این صورت، حالا این که البته تصویر وقتیه ولی فکر کنم تصویر جدیدی آمد، نه همون تصویر جدید، باید به این صورت صحبت کرد وقتی که همچین جسارت واقعا خیلی خیلی چیز غریبی بود. یعنی جنگ ایران و عراق، البته ما از شروعش، اون روز شروعش یادم نمیاد، ولی از اوایلش هیچ وقت همچین خبری نداشتیم. عراق که با اون 140-50 تا بمب افکن و اینا رو بلند کرده بود و ناگهانی ایران حمله کرد بدون اینکه اعلان جنگ بکنه، هم چیکاری نکرده بود، یه ستوان کشته شد اول جنگ، یه درگیری مرزی بود قبلش، پاسگاه و اینا. و بعد یکی از دوستان نوشته که بعضی از اینا موشک‌های پدافند خودشه که اشتباه رفته. نمیدونم چون ما چشمم اون پایین نمیبینه و ضمناً دقیق بشنوم، ولی نه اینایی که او بزرگاش که اصلا این خبرها نیست. اجازه بدن ما از تا خداحافظی کنم، باز با هم دیگه هستیم برای تا لایو میذارم. توصیه میکنم که صفحه نقال باشی اگه برگشته باشه دوست ما علی آردم رو هم دنبال بکنن. تو شبکه خارجی بهتون گفتم الجزیره انگلیسی خوبه، حتی اگه انگلیسی هم خوب نیست هم میتونید تصاویر بالاخره ببینین. و بعضی از شبکه‌ها رو اصلا دنبال نکن، حتی تو شبکه‌های اجتماعی اگه برای تا خودش میاد بلاک کنن، تو جریان جنگ روانی قرار میگیرن، جنگ روانی ضد ایرانی. و
اون ماجرایی که جواب بدیم اسرائیل جواب میده اینا نیست، چون شما جواب ندین اسرائیل جواب میده. واقعا ما همیشه از قدیم گفتم که تو ماجرای صلح طلبی و خشونت پرهیزی تو قرائتی که مثلا آدمایی مثل ما دارن، فهمی که ما داریم، چون یادم میگم آقا بشین تا بزنه تا از رو بره و جامعه جهانی محکومش کنه. این حرفا دیگه جامعه جهانی دستش برای همه ما رو شده. ببخشید اجازه بدین یک لحظه. میگه شیراز رو هم اسرائیل زده، البته نمیگه الان، میگه قبلا زده بود. تبریز، اصفهان، شیراز، تهران، نتنز، میگه فردو هم زده. البته اینا رو نمیگه الان زده، میگه زده بوده. That starts here with the elite Islamic Revolutionary Guard, which wields massive power and influence. اسامی کشته شده ها رو گذاشته. 2 4 6 8 9 تا ژنرال ایرانی رو زدن اسرائیلی تا الان که دیگه قتلش و ترورش ها تایید شده. توی ارشداش غلامعلی رشید، محمد باقری، امیرعلی حاجی زاده و 5 تا دانشمند زدن، فریدون عباسی و محمد مهدی تهرانچی جزو اینا بودن. اینا همش استاد دانشگاه هم بودن. اینا البته تصاویر رو دیدیم، ولی خب حالا اگه خواستن major cities hit, including the capital, Tehran. The target, Israel says, Iran's nuclear program. Dozens of strikes hit military and nuclear sites, including Iran's Natanz nuclear facility used for uranium. و میدونید که حمله به تأسیسات چیز جزء جنایات جنگیه، یعنی اصلا فرقی نداره که دو تا کشور دشمنن دوستن اینا. Iran has capabilities and intentions, as we have already seen. Among the dead are top nuclear scientists and military leaders. میگه هم دانشمند هسته‌ای و هم فرماندهان نظامی رو زده. Iran warns it will retaliate. Tehran launched 100 drones towards Israel on Friday. Most were intercepted. More attacks, the government says, will follow. Iran's supreme leader, Ali Hosseini Khamenei, has said Israel will face a bitter and painful fate. خامنه‌ای گفته که اسرائیل The Iranian nation and its officials will not remain silent in the face of this crime. The Islamic Republic of Iran's legitimate and powerful response will make the enemy regret its foolish actions. Protesters in Tehran are also calling for retaliation. They say Israel's attacks are unlawful and unwarranted. Our leaders should respond quickly and fearlessly to the اینا از نماز جمعه امروز یا یه مراسمی مثل چیز ظاهرا یه تجمعی بوده در درخواست از برای مقابله سفارت‌های انگلیس در اسرائیل در همه جای دنیا تعطیل شده. در اسرائیل صدها تخت بیمارستانی رو به زیر زمین‌ها و جای امن منتقل کردن. فصل جدیدی باز شده در خاورمیانه با این حمله. خب دوستان دیگه ما با عزت از خداحافظی کنم. خیلی ممنون که با ما بودین و ببینیم چی میشه. قربون شما، خداحافظ.